پیغمبر علیه السلام گفت این جبرئیل، جبرئیل کجاست؟ جبرئیل گفت لبیک لبیک یا رسول الله. آمد گفت که چی میگین؟ اشک مبارک ریختن گرفت. نزلت الناظرین نقل میکنه گفت چرا گریان دارین؟ از مرگ میترسین؟ چی میگی ای جبرئیل؟ چرا از مرگ بهراسم؟ حالات امتای ما چطور میشه ای جبرئیل؟ حضرت جبرئیل را به آسمان احیاء العلوم نزلت الناظرین روض الفائق نقل میکنه. پس آمد گفت خداوند میگه که در میدان محشر تا که امتای تو خلاص نشوه به دیگه امتای اجازه نمیتم جنت درآیه. میفهمین لیاقت خود را ای امت محمد رسول الله علیه السلام؟ ای کسانی که در خارج کشور هستین و در داخل و صدای من میشنوین، آواز محمد رسول الله را متوجه باشین صلی الله علیه وسلم که از حلقوم این بیچارگان شاید براید، چون خودشان که امروز نیست برای ما تبلیغ کنن. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل گفت خوشحال شد، گفت آل چشمایم یخ شد که در میدان محشر امت ما پیش از همه امت ها داخل جنت می درآید. گفت این اسرائیل؟ اسرائیل کجاست؟ قبض کننده روح می آید. حضرت اسرائیل نزدیک شد پشت دروازه. حضرت جبرئیل گفت که مشکات شریف یک صفحه طویل حدیث است با وفات رسول کریم علیه السلام، خیلی زیبا. گفت که اسرائیل پشت دروازه آمده پرسان میکنه که اجازه است داخل بیایم جان نشانه بگیرم یا اجازه نیست. چقدر زیباست این حدیث مبارک. دارمی روایت میکنه آیا جان نشانه بگیرم یا نگیرم؟ اگر میگن نگیر من پس میرم نمیگیرم، اگر میگن بگیر من میگیرم. حضرت بی بی عایشه از حواس فهمید، گفت یا رسول الله علیه السلام خداوند شما را صحت بده. اما پیغمبر علیه السلام گفت لا بل الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی. نه بس دنیا دیگه دلم گرفته، میرم پیش حضرت مولا، پیش حضرت الله جل جلاله. بس است اسرائیل اجازه بدین داخل بیاید. اسرائیل داخل آمد. جبرئیل به روایت دیگر غیر از مشکات و غیر از بخاری به دیگر روایت روی خود دور داد. پیغمبر از اشاره کرد به قلب خود که ای جبرئیل چرا رویت دور میتی؟ مگر خوشت نمیایم؟ گفت نه جان کندنتان دیده نمیتونم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. خصائص الکبری امام سیوطی صاحب نقل میکنه وقتی که جبرئیل علیه السلام جان مبارک رسول الله علیه السلام گرفت، لکها فرشته در آسمان استقبال میکرد روح مبارکی حضرت محمد رسول الله علیه السلام. روزی که ما هم و تو هم از دنیا میریم واضح است که نه پیغمبریم و نه صحابه، گناهگاریم، ولی امید داریم که ما امتی او شهزاده او نازنین او سلطان پیغمبرها هستیم. خداوند ما و تو هم در او روز بیابرو نسازه. چرا با مسلمان های صالحین فرشته ها پایان میشن، ابریشمای سبز و سفید می آورن، بسیار به خوشی و استقبال و افتخار به بالا روح مسلمان دیندار را میبرن. الله ما و تو را از او بنده هایی بسازه که الله از ما راضی باشه، نه که از ما قهر باشه، بالای ما غضب نازل کنه. الله قهرش از بالای کافه ملت اسلام آمین بگوین پروردگارا دور بسازه. حضرت علی صاحب روایت داره، خصائص الکبری نقل داره. و اسرائیل جان که گرفت بالا شد، جان خود کس نمیبینه جز ملائکه که بالا شد. گفت چیز زد وا محمدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. بی بی عایشه روایت دارد شهر با شهر یک دفعه خوشبو شد، از یک طرف زیر هیبت آمد، محمد مصطفی زیر زمین رفت، سری زمین بود زیر زمین رفت صلی الله علیه و سلم. آلی بوری به مدینه قصه ها را یاد داشته باشی باز میفهمی که مدینه رفتن چقدر لذت دارد. رفت پیغمبر علیه السلام، جان مردم یخ شد. حضرت عثمان درم به زمین افتید، گم شد، سلام کسی میره و علیکم گرفته نمیتونست، زبانش گرفت. حضرت عمر شمشیر کشید، والله اگر کس بگویه که محمد مصطفی مرده گردنش از تن جدا میکنم. رفت پیش خداوند مثل حضرت موسی واری پس می آید. سلمان ها سعی که طرف حضرت عمر صاحب. حضرت ابوبکر از سوار شده آمد داخل حجره عایشه شد رضی الله عنها. یک ابریشم تکک سر روی مبارک افتیدگی تکر بالا کرد، از رخساره نازنین یک بوسه گرفت. تبت حیا و میتا، پاک است زنده و مرده پاک است ای رسول الله. بیرون برآمد که حضرت عمر گفته رئیس محمد مصطفی نمرده، هر کس گفت گردنش میبرم، منافقا میگه که مرده. حضرت ابوبکر زور بالای زور است دیگه. و عمر خاموش، اسکت یا عمر، ساکت باش، بش اجلس. حضرت عمر است زیر پای زمین لرزه میکرد در وقتی در شهر روم حمله کرده بود بالای کافرها. شیطان از سایه‌اش فرار میکرد.
ولی او ابو بکر است دیگه. اجلس عمر، درم حضرت عمر نشست، چپ کرد. این آیاتی که ما براتون پیشتر خواندم ابو بکر صاحب و ما محمد الا رسول، و نیست محمد مصطفی مگر پیغمبر است. باز اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قد خلت من قبله الرسل شمان. پیغمبرها دیگه هم گذشته رفته وفات شده. وقتی که وفات شما بر پاشنه‌های پایتان باز میگردین، حضرت عمر گفت تو سعی کردن گویا این آیت نو نازل شده باشه، یادم رفته بود. باور ما آمد که وا رسول الله علیه السلام وفات شده، پایم سوز شد، زمین زوف کرده افتیدم، شهر با شهر هیبت گرفت، سیاست گرفت. آل دوشنبه است، بعد از پیشین است. مرض رسول الله علیه السلام دیگه در دنیا کیت شده، مسلمان ها طرف است. یک صحابه به نام ابو زعیب گفتنی است، گفت کسی برای من گفت که رسول الله علیه السلام مریض است. امو شب مرا خواب نبرد، امو شب دوشنبه مرا خواب نبرد تا صبح. دیگه شب سه شنبه خواب نمیبرد مرا. پیغمبر خدا مریض است، فکر میکنه که مریض است. او وقت موبایل است برش کسی خبر بده. گفت از آسمان شب سه شنبه یک صدا آمد، الا قد قبض محمد. وفات شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ابو زعیب گفت دلم کفیده بود، دویدم به طرف مدینه منوره. آمدم که شهر خاموش است، مثل حاجیایی که گرد حرم شریف گریان میکنن، ذکر میکنن شما را خداوند بیت الله برسون. یک غمغم و زمزم است. اما تو از هر خانه سر و صدای گریه می آید. گفتم وا راستی اون آواز الهی بوده. پیغمبر علیه السلام از دنیا رفته. از هر کوچه اشک میدیدم، یتیما و بچه ها حتی گریان میکردن. حضرت انس میفرماید روزی که رسول الله علیه السلام در مدینه شریف آمد، از نیکبخترین روزهای ما بود و از روشنترین روزهای ما. ولی روزی که رسول الله علیه السلام وفات شد، از تاریکترین روزهای ما بود. ما ایش خود دیوانه فکر میکردیم که ما ایش دیوانه هستیم، بشریت خود را فراموش کرده بود.